این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه شاخبازی گاوها تو زمین سفت ولایت و تصفیه حساب بوفالوی نظام با شیخ فری. محور رهبری و ولی امر حجت امام زمان در این کشور محوره. همه مراجعات، همه هر مشکلات، همه عقده‌ها و گره‌های سردرگم مدیریت نظام رو چه در سیاست خارجی چه در سیاست داخلی رهبر حل می‌کند و می‌گشاید. بله، برق گرفتگی حاصل از قیام خیلی جدی تر از این حرف هاست. یعنی الان هر کدوم از مقامات حکومتی یه چیزی تو این مایه‌هان. شیخ فری هم اومد قضیه همه پرسی رو راست و ریز کنه، حرف آخرش رو اول زد و آب پاکی رو ریخ رو دست همه. امروز هم اگه از مردم سوال بکنیم که شما آزادی میخواهید یا اختناق، آزادی میخواهید یا استبداد، حاکمیت ملی میخواهید یا حاکمیت فرد، باز هم مردم جوابشون همونه، همون بیش از 98% که اون روز رأی دادن به جمهوری اسلامی امروز هم رأی میدن. شیخ فری دنبال این بود که با یه مانور اعتدالی عمامه نظام رو از قیام در ببره، اما با مخ کله شد توی باطلاق بحران. این هم گروهبان گارسیای نظام و یه پس گردنی ولایی به شیخ فری و ادعاهاش. بحث هایی در میان بود که یا آقای فروزنده یا آقای دکتر روحانی بشن رئیس ستاد کل. بحث توی خواص این بود. مگه آقای روحانی نظامی بودن؟ بله آقای روحانی فرمانده قرارگاه پدافند بود. درجه هم داشتن این آقای روحانی؟ درجه میخواد چیکار؟ فرمانده که درجه نمیخواد. فرمانده رو رهبر هر کس را میتواند به عنوان فرمانده هر بخش از نیروهای مسلح تعیین کند و بقیه باید ازش شد. روحانی بودم من سرهنگ نیستم، بوغدار مثلا که آخر هست، از سرهنگ هم سرهنگ تره. من بهش گفتم شورای علمی ملی جوابشو دادم. این حجت الاسلام خالجوشم که معلوم حسابی از دست شیخ فری جوش آورده و وضعیت درام سیاست خارجی نظام رو اینطوری افشا میکنه. امروز می‌بینیم وقاحت و رسوایی به کجا کشیده که وزیر خارجه فرانسه میخواد بیاد ایران. قبل از اینکه بیاد اول از این آشوبگرا حمایت میکنه، بعدا میگه میان ایران صحبت میکنن. در تاریخ دیپلماسی همیشه برنامه اینه که وقتی یک دولتی یک مقامی از یک دولتی به کشور دیگه میخواد بره، اول سعی میکنه که اینو تفاهم ایجاد کنه. اگر در گذشته حرف نامناسبی زده بگه نه اونو توجیه کنه، اما اینها اینقدر ایران رو ذلیل دیدن، اینقدر ایران رو بیچاره و ضعیف دیدن که هم توهین میکنن، هم تحقیر میکنن، هم از آشوبگرا حمایت میکنن. الان در خود فرانسه میدونید که مدت هاست چه تظاهرات و چه بلوای برپا هست. آیا این دولت ایران به خودش اجازه میده نفس بکشه بگه که ما از این تظاهر کنندگان فرانسه پاریس حمایت میکنیم؟ نه به اون دورخیزشون برای نرمش ذلیلانه و تنش زدایی، نه به این که اینطوری پهن زمین شدن و چارچرخشون رفته هوا. ببینید جام زد چه به روز عظما آورده. یکی دیگه از خبرهای تأسف‌بار هفته گذشته سقوط هواپیمای آسمان بود. حالا ببینید این کارگزار نظام درباره هواپیمای اسقاطیشون چی میگه. خیلی از کشورهای دنیا همین الان دنبال اتیارای ما هستن، یعنی اونا این هواپیما رو با تمام این سوابقش دنبالشن که بخرن. پس این که میفرمایید که عمر بالاست، بله عمر بالاست، کشورهای دنیا دنبال این هستن که ما بخرنش. ما همین چند ماه پیش با خود فرانسوی‌ها اومدن بازدیدم کردن این هواپیمای ما رو ببرن، همون هواپیمای جدیدترش رو که در شرف انجامه که این هم از وزیر مشنگ راه که سوار هواپیما شده میخواد بدون دوربین لاشه هواپیمای سقوط کرده رو پیدا کنه.
یعنی وضعیت به قدری فاجعه باره که تو تلویزیون خودشون هم تبدیل به سوژه تمسخر شده. توصیه من اینه که وقتی پرواز لغو میشه اصلا اعتراض نکنید. پولتونم پس ندادن ناراحت نشید. جونتون رو بردارید فرار کنید. بعضی از این هواپیماها دیدین وقتی هوا آفتابیه هم مشکل دارن. دیدین که خلبان اولش خیلی با کلاس پشت میکروفون آرزوی سفری خوش میکنه، بعد استارت میزنه روشن نمیشه، میکروفون رو بر میداره میگه مسافرین محترم اصلا جای نگرانی نیست، این خفه کرده، چند بار کلاج رو بگیرم ول کنم درست میشه، فقط اگه گریسکار ماهر هست 2 دقیقه بیاد کابین خلبان. دوباره 2 دقیقه بعد مسافرین محترم روشن شد، ضمن آرزوی سفری خوش لطفاً یکم جمع و جورتر بشینید، در خلبان بسته نمیشه. حالا همراه با یه ویدئوی کوتاه یه نگاهی هم به وضعیت اقتصادی و گرونی بندازیم. خانم میگم با من ردیف شده، فردا بریم ماشینا رو بخریم. خدا رو شکر. قیمت خودروهای موجود در بازار با افزایش 2 برابری روبرو شد. یعنی برم موتور بخرم؟ افزایش قیمت دلار بوده است. این در حالی است که قیمت موتور و دوچرخه نیز افزایش 1.5 برابری داشت. موتورم گرون شد. رئیس میراث فرهنگی اعلام کرد که مردم خیالشون از بابت دلار راحت باشه. پاشو برو یکم خرت و پرت بگیر، مهمون داره. چی میخواید بگیریم؟ تخم مرغ، پاشی و آنفولانزای مرغی قیمت تخم مرغ به شدت افزایش یافت. آب معدنی هم بگیر. هر بسته آب معدنی در بازار تهران امروز با قیمت 10,000 تومان معامله شد. دیگه میوه و سبزی هم نداریم. میوه و تنه‌بار نیز با افزایش قیمت روبرو شد. روغن هم بگیر. روغن هم گرون شد. یکم برنج هم میخوام. برنجم که نگو. خفش ما مشترک گرامی، مبلغ باقی مانده وام شما به دلیل تمدید آهنگ پیشواز از حساب شما برداشت شد. با تشکر. این پاچه‌خوار مشنگ رو آوردن تا با صنعت مالکشی چهره امام گور به گوری رو روتوش کنه. نتیجه رو خودتون ملاحظه کنید. موقعی که پیشش بودی به شدت حالت خوب بود، آروم بود و یک آرامشی ازش میگرفتی که بی‌نظیر بود. هرگز دروغ نگفت. این مزخرفاتی که میگن که نمیدونم گفت برق مجانی، آب مجانی، اینا رو اصلا همچین چیزی وجود نداشت. در مورد حجاب نظر خیلی خوبی داشت و خیلی چیزای دیگه. شوخ طبعم بودن؟ به شدت. بله. یعنی یه چیزایی میگفتن بله. این هم اجرای جدیدی از سرود انجزه که نشون دهنده اوج مقبولیت نظام در 39مین سال عمرشه. این حجت الاسلام تومور هم حسابی آمپر چسبونده و آرزوهاش رو داره در قالب خاطره به خورد بسیجیا میده. رئیس آنکولوژی هلند آمد، یا خانومیه آمد از من دعوت کرد که برم اونجا. آنکولوژی یعنی سرطان. رئیس سرطان هلند از من دعوت کرد که برم هلند. گفت تمامی امکانات را در اختیارت میذاریم. اینجا خیلی به شما اهمیت نمیدن، ما تمامی امکانات را در اختیار شما میذاریم، بیا اونجا درس بده. هر وقت این هاپو تونست با چوبش از اینجا رد بشه، تو هم از در بیمارستان هلند رد میشی. Come on, buddy. Come on. این هم یه افشاگری مختصر از پشت پرده سینمای ایران با مافیای آخوندیش. تمام تهیه کننده هایی که ارشاد داره آدرس میده یا بچهای اطلاعات هن، یا بچهای بازنشسته سپاه هن، یا بچهای نماینده های مجلس هن. الرابطون اولئک المقربون. هر کی ارتباط داره مقرب تره. از کجا اومده؟ رضوی از کجا اومده؟ سابقهش قبل اینکه تهیه کننده بشه بنویسه رو کاغذ بذاره ببینم چیکاره بوده. من 30 تا فیلم دستیار برنامه‌ریزی کردم. من سابقه‌ام قبل اینکه کارگردان بشم میذارم رو میز، محمود رضوی بذاره رو میز.
مسعود نمکی سابقه‌شو بذار رو میز ببینم. لاف 2018 میخواید فقط این میگه بنز و هیوندا به استانداردهای خودروهای ایران نمیرسن. به اطلاع همه عزیزان میرسونم خودروهای بنز، هیوندای الان این استاندارد رو پاس نمیکنن. یعنی ما با بنز که داریم صحبت میکنیم میگه ما استانداردهای ایران رو نمیتونیم پاس بکنیم. یه زمانی بود بسیجی‌ها و آخوندا از نوحه و روزه نون میخوردن، اما الان اسباب دردسرشون شده چون مدام براشون از اینا درست میکنن. این هم یه اتفاق عجیب تو مسابقه بوکس و داوری که خودش سوژه کتککاری میشه. در پایان توجه شما رو به یه داب اسمش ویژه جلب میکنیم که خیلی ها معتقدن داب اسمش های قبل از اون سوء تفاهم بوده.